عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. متفق علیه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: دو کلمه است که تلفظ آنها بر زبان بسیار سبک و ثواب آنها در ترازوی اعمال بسیار وزنین و در نزد الله بسیار محبوب می باشند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق علیه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، حقدارترین و سزاوارترین مردم بر این که با او صحبت و معامله نیک داشته باشم کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مادرت. آن مرد گفت: بعد از آن کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مادرت. آن مرد گفت: بعد از آن کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مادرت. آن مرد گفت: بعد از آن کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از آن پدرت. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق علیه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: شما از گمان بد حذر کنید، زیرا گمان بد دروغترین سخن می باشد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزيل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا بنده سخن را بدون اندیشه در آن سخن که بد است یا نیک میگوید و به سبب آن سخن به آتش دوزخ به مسافه دورتر از آن که بین مشرق و مغرب است می افتد.